پیامبر صلی الله علیه و وقتی که به مدینه اومدن خداخواد اهل مدینه پرسیدن که اهل مدینه در یک سال 2 مراتب بازی میکردن، رقص و بازی میکردن، خرسندی میکردن. گفتن این چی است؟ گفتن یا پیغمبر گفتن ما در یک سال 2 مراتب خرسندی رقص و بازی میکردن در زمان جاهلیت به نظر من. رسول گفتن که البته خداوند تبدیل داد همین یعنی رقص و بازی های شما را به عید ضحی، به عید انشاءالله فطر، یعنی عید رمضان، عید قربان کردی گفت یعنی تبدیل داد. این روز خرسندی است، روز شادی است انشاءالله، روز عید است. خدا خواهد انشاءالله این کار نکنه از لازمان، این بدعت قبیح به خود آشکار نکنه. اگر می بود علمای خدا خواهد انشاءالله یعنی شورا و این چیز فتوا میدادن که در خانه بشینه، یعنی قرآن خونه، لباس سیاه پوشه، دیگر این همش بدعت است از من. این پرازنیک است، بین ما شما پرازنیک دیگر یعنی دین ها را پرازنیک میکنیم، پرازنیک مسلمان را با ماتم عیب است، شرمندگی است. کی ما خرسندی